سلام بچه‌ها، چطورید؟ خب با هم بریم این کال سر خوشگل درست کنیم. ما برای این کار احتیاج داریم به 2 رنگ روبان با عرض 4 و طول 21 سانت. روبان هامون رو روی همدیگه قرار بدیم. ابتدا و انتهای روبانمون رو فندک میگیریم و به این شکل فشار میدیم تا روبان هامون به همدیگه بچسبه. خب ما روبانمون رو از وسط تا میزنیم. این قسمت از روبانمون رو ببینید بچه‌ها، لبا روی همدیگه قرار بگیره. این قسمت رو فشار میدیم تا خط تامون مشخص بشه. خط تامون رو با سوزن تهگرد علامت میزنیم. خب سمت راست کارمون رو به داخل برمیگردونیم و کنار سوزن تهگردمون میذاریم. ببینید بچه‌ها، این لبه کار رو میگیریم و به حالت مثلث شکل به سمت عقب برمیگردونیم. خب این سمت رو گیره میزنیم و همچنین سمت بعدی کارمون رو سمت چپ هم به سمت داخل برمیگردونیم و گوشه پایین رو به سمت بالا ببین بچه‌ها به این شکل تا میزنیم تا حالت مثلث شکل خودش بگیره. خب این سمت هم گیره میزنیم. سوزنتون رو نخ کنید برای کوک زدن روبانمون. خب ببینید بچه‌ها، ما از این قسمت به سمت پایین و از لبه روبانمون به سمت بالا کوک میزنیم. ببینید از لبه روبان که تا خورده به سمت بالا 2 کوک، از وسط 3 کوک و از انتهای روبانی که تا خورده سمت بالا 4 کوک. 1 کوک وسط انجام میشه. دوباره کوک اول، کوک دوم از وسط روبانمون، کوک سوم از لبه روبان و کوک چهارم از انتهای روبانمون خارج میکنیم. گیره ها را در میاریم و نخمون رو میکشیم. نختون رو بکشیم بچه‌ها و لبه تمام روبان هاتون رو روی همدیگه قرار بدین. مرتب کنین. ببینید بچه‌ها به این شکل مرتب کنین و به صورت رفت و برگشت کوک بزنید تا کارتون محکم بشه. چون لبه ها روی همدیگه قرار گرفته، رد کردن سوزن کمی سخته، ولی با دقت تمام روبان ها رو به این شکل روی همدیگه قرار بدین و کوکتون رو بزنین. خب سوزنمون از داخل حلقه نخمون رد میکنیم و محکم میکشیم تا کارمون محکم باشه. ببین بچه‌ها، با دستتون چین ها رو مرتب کنید و سمت بعدی کارمون هم دقیقاً به همین شکل انجام بدین. خب سمت دیگر هم به همین شکل انجام دادیم. کنار هم دیگه میذاریم و چسب میزنیم به این شکل. خب اینو بذارین کنار تا کارتون خشک بشه و بریم برای پشت گل سرمون. 1 عدد روبان با عرض 4 و طول 30 سانت برمی‌داریم. ببینید بچه‌ها به این شکل روی همدیگه تا میزنیم که این لبه ها روی کنار همدیگه قرار بگیره. یعنی لبه‌ای که تک روبانه با لبه‌ای که تا خورده دقیقاً روی کنار همدیگه قرار بگیره. خب ما اینو گیره میزنیم تا کارمون تکون نخوره و همچنین سمت بعدی رو هم گیره میزنیم. ببینید به این شکل. خب بچه‌ها، برای اینکه خط وسط رو مشخص کنیم، ما روبان ها رو به این شکل تا میزنیم و روی همدیگه قرار میدیم. باید دقیقاً روی هم باشه و این قسمت رو با دستمون فشار میدیم تا خط تامون ایجاد بشه. خب سوزنتون رو نخ کنید و به این شکل بچه ببینید 1 کوک، 2 کوک، 3 کوک، 4 کوک، 5 و 6 کوک. ببینید بچه ها به این شکل انجام میدیم. خب گیره ها رو در میارین و نختون رو بکشین. خب نخمون رو چند دور روبانمون
میچرخونیم به این شکل. حواستون به چین هاتون باشه که خراب نشه. خب چند تا کوک میزنیم تا کارمون محکم‌تر بشه و تکون نخوره. خب بچه سعی کنه از پشت هم چند عدد کوک بزنید. خب بچه این از پشت کارمون وسط کارمون چسب میزنیم و پافیونمون رو روی روبان قرار میدیم. ببینید بچه ها به این شکل اصلا دقت کنید از سمت راست و از سمت چپ به یه اندازه باشه که کارتون خراب بشه. اضافه نخاتون رو قیچی میکنید و ببینید بچه ها این روبانمون تک روبانمون رو به صورت اوریب قیچی میزنیم و فندک میگیریم و همچنین سمت دیگه کارمون رو به صورت کج خب فندک میگیریم تا نخکش نشه. خب برای وسط کارمون ما یک عدد روبان 1 سانتی و یک عدد روبان نیم سانتی برمی‌داریم و این روبان هاتون رو میتونین از روبان های 4 سانتی برش بزنید بچه ها. دور هر دو تا روبانمون هم فندک میگیریم تا نخکش نشه به این شکل. ببینید خب روبان 1 سانتی ما برای دور گل سرمون و روبان نیم سانتی رو برای کاور کردن گیرمون استفاده میکنیم. اینم برای وسط گل سرمون. خب پشت کارمون چسب میزنیم روبان 1 سانتی رو پشت کارمون میذاریم و دور تا دور گل سرمون میچرخونیم. بچه ها طول روبانمون 9 سانت بود، یعنی 1 سانت در 9 سانت و نیم سانت در 9 سانت. خب به این شکل گیره میزنیم و کنار میزنیم. خب حالا یک عدد گیره برمیداریم، پشت گیرمون رو چسب میزنیم، روبانمون رو روی کارمون میذاریم و همچنین بچه ها دقت کنه که داخل گیرمون هم چسب بزنیم تا روبان فیکس کارمون بشه. خب با ناخنتون روبان رو به داخل گیرمون هدایت میکنیم به این شکل. ببینید بچه ها خب حالا گیرمون رو برمیگردونیم، پشت گیرمون چسب میزنیم و روبانمون رو کاور میکنیم به این شکل. خب و قسمت جلوی کار به این شکل. ببینید بچه ها این از کاور کردن گیره انباری. خب اضافه کارمون رو قیچی میزنیم و دور تا دور کارمون رو فندک میگیریم تا نخکشای اضافه و چسبای اضافه از بین بره. خب بر پشت کارمون رو بچه ها ببینید چسب میزنیم و گیرمون رو به این شکل دقیقاً وسط گل سر قرار میدیم. خب با دستتون نگه دارین تا کمی خشک بشه. برای وسط کارمون من کمی چسب میزنم و نگین قلب شکل رو روی کارم قرار میدم. شما میتونید برای وسط کارتون از پیکسل و یا حتی از گل یا نگین های متری هم استفاده کنید. خب با دستتون مرتب کنید، اضافه ها رو بردارید و همیشه. خب اینم از گل سر خوشگلمون.